قدردانی از استاد ابو عبدالله رودکی. رودکی در سال 858 میلادی در روستای بانوج از توابع شهرستان رودک سمرقند به دنیا آمد. به گفته سمعانی در لباب الانساب نام کامل او ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم است. زندگی رودکی با حمله اعراب عجین است، به این معنی که حمله اعراب مدار زندگی ایرانیان را برهم زد، به طوری که آنها مجبور شدند گروه گروه از تیسفون، شوش و ری به ماوراءالنهر پناه ببرند و در آنجا مستقر گردند. به همین واسطه در دوران پرتلاطم زندگی رودکی قدرت سیاسی ایران رو به زوال می رفت و حال آنکه قدرت فکری ایرانیان رو به افزایش بود. و در همین دوره بود که رودکی هم به عنوان بنیانگذار ادبیات فارسی و هم به عنوان یکی از برجسته ترین شاعران ادبیات فارسی تاجیک شناخته شد. به گفته اوفی، رودکی آنقدر باهوش و تیزبین بود که در 8 سالگی تمام متن قرآن را از بر کرده بود. رودکی اندکی پس از فراگیری پیچیدگی‌های زبان دری به سرودن شعر پرداخت و مردم کوهپایه‌های زرافشان را مجذوب اشعار خویش ساخت. مهمتر از آن، در میان همقطاران خود اولین کسی بود که دیوان به وجود آورد و از علم عروض استفاده نمود. جالب توجه است که معیارهای شعری که رودکی در قرن 9 ایجاد کرد هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا اشعار محمد تقی بهار بر اساس همان معیارها سروده شده‌اند. علاوه بر این، رودکی صدای دلنشینی داشت و با کمک آن توانست با دنیای نوازندگان و رقصندگان آن زمان پیوندی ناگسستنی به وجود آورد. استاد عود رودکی ابوالعنک بختیار عودنواز مشهور بود. در زمان بختیار هنر پتواژک یا آوازخوانی به بالاترین حد خود رسید. با مرور زمان رودکی بر استاد خود برتری یافت. عود او را به ارث برد و گونه‌های رباعی و ترانه را پدید آورد. استعداد شعری رودکی، مهارت او در نواختن عود و صدای دلنشین او در میان مردم بخارا رواج یافت و به آن حد رسید که امیر نصر بن احمد دوم او را به دربار خواند و رودکی بیشتر عمر خود را در آن دربار گذرانید. در نتیجه مشارکت رودکی و نیز با کمک‌های بیشمار سایر بزرگان ادب، سلسله سامانیان به اوج شهرت رسید، به طوری که از آن به بعد به عنوان مرکز فعالیت‌های فرهنگی خلافت در شرق به حساب می آمد. یکی از ارکان مستحکم فرمانروایی سلسله سامانیان بر اساس احیای میراث باستانی مردمان ایران زمین استوار بود. ثعالبی، سیاح معاصر، شرح روشنی از زندگی ادبا در دربار امیران سامانی ارائه می‌دهد. او می‌گوید در زمان حکومت سامانیان بخارا نه تنها کانون شکوه و زیارتگاه امپراتوری به حساب می آمد، بلکه جایگاه بی‌نظیرترین خردمندان عصر و بارزترین ستارگان ادب جهان نیز محسوب می شد. ابو جعفر محمد ابن موسی الموسوی چنین نقل می کند: پدرم ابوالحسن در روزگار امیر سعید به بخارا دعوت شد. او در خصوص چگونگی گرد آمدن برجسته ترین رجال در آنجا می گفت:
هنگامی که آن دانشمندان به گفتگو می نشستند، یکی از آنها مطلبی را به پیش می کشید و دیگری نظر خود را درباره آن مطلب بیان می کرد. پس از آن علمای دیگر وارد گفتگو می شدند و جوانب و حواشی آن موضوع را مورد مطالعه دقیق قرار می دادند. در پایان جوابی درخور به آن مطلب ارائه می شد. پدرم به من گفت: پسرم، روزگار ما روزگاری است شایان توجه بسیار، چون بی‌نظیرترین علمای عصر در اینجا گرد آمده اند و برترین معیارهای استعداد را ارائه می دهند. می خواهم پس از وفات من این وقایع را جزء لحظه های شاخص زندگی خود قرار دهی و همیشه آنها را به یاد داشته باشی. زیرا فکر می کنم که در گذشته سالها چنین لحظه هایی به ندرت تکرار گردند و چنین هم شد و دیگر هیچگاه چشمانم به دیدن چنین جمعی روشن نشد. درباره زندگی رودکی چند سؤال قابل تأمل وجود دارد. در اینجا به 3 مورد از آنها میپردازیم. اوفی نقل می کند که رودکی از بدو تولد نابینا بوده است. از مادر نابینا آمد. اما ادعای او مورد تأیید سایر وقایع نگاران آن زمان مانند سمعانی، نظامی عروضی و نویسنده گمنام تاریخ سیستان نمی باشد. سوال این است: آیا شاعری می تواند تصاویر لطیف و دلنشینی از طبیعت را به شیوه رودکی تداعی کند و از بدو تولد نابینا باشد؟ اتفاق نظر بر این است که رودکی به داستانها و آهنگهای مردمش گوش میداده، آرزوها و نیازهای آنها را میسنجیده و احساسات آنها را در اشعار خود منعکس میساخته است. سؤال بعدی درباره رودکی و تشیع اسماعیلی است. شکی نیست که در آن زمان اسماعیلیان میخواستند از ابهت و جلال شخصیت‌های برجسته دیار برای حمایت از عقیده خود و دعوت استفاده نمایند. مثلا گفته می شود که امیر نصر بن احمد دوم و ابوالفضل بلعمی نخست وزیر دیرینه‌اش به اسماعیلیه گرایش داشتند. همچنین حدس زده می شود که رودکی مورد علاقه بلعمی بوده و او نیز با برخی دیگر از چهره‌های برجسته آن زمان در گرایش‌های اسماعیلی بلعمی مشترک بودند. به عبارت دیگر، اگر نتوانیم بگوییم نصر دوم، بلعمی و رودکی دینی واحد داشته‌اند، می‌توانیم بگوییم آنها دارای باورهای مشابه بودند. در سال 937 درگیری بین امیر و بلعمی منجر به اخراج بلعمی از دربار و تبعید رودکی دست نشانده بلعمی گردید. پس از رانده شدن از دربار زندگی بر رودکی سخت شد، اما بقیه زندگیش را در عزلت گذرانید. سوال سوم درباره ارتباط رودکی با کلیله و دمنه است. مشکل اینجاست که این اثر تا این اواخر که حدود 120 بیت از آن کشف شده به طور کامل جزء متون گم شده به حساب می آمد. اثر اصلی که با نام‌های مختلف پانچاتانترا و افسانه‌های بیدپای شناخته می شود در ابتدا بخشی از خزینه حاکمان هند بود. برزوی پزشک معروف خسرو اول انوشیروان پانچاتانترا را به دربار ساسانیان آورد و به پهلوی فارسی میانه ترجمه کرد و با استفاده از سایر منابع هندی آن را گسترش داد. پس از آن ابن مقفع آن اثر را از پهلوی به عربی ترجمه کرد و رودکی آن را به شعر فارسی درآورد.
درباره سبک زندگی مجلل رودکی و اینکه امیر به حرف او گوش فرا می‌داده داستان‌های زیادی گفته شده. یکی از آنها مربوط به شهر زیبای هرات است. داستان بر اساس قدرت اقناع رودکی استوار است. به گفته نظامی سمرقندی در 4 مقاله، امیر نصرالدین احمد دوم حامی رودکی زمستان را در بخارا می‌گذرانید و بهار و تابستان را در نقاط دلانگیز دیگری سپری می‌کرد. 1 سال نه تنها ماندگاری امیر در هرات طولانی تر شد، بلکه معلوم گردید که قصد داشت زمستان را نیز در هرات بگذراند. بعضی حتی گمان می‌کردند که امیر در نظر داشت هرات را پایتخت سلسله سامانیان سازد. در هر حال همراهان امیر، فرماندهان لشکر و دیگران به نزد رودکی رفتند، از او خواهش کردند کاری کند که امیر از هرات دل برکند و راهی بخارا گردد. رودکی این قصیده را در حضور امیر قرائت کرد. حالی که رودکی هنوز در حال نواختن عود و آوازخوانی بود، امیر مجلس را ترک کرد. اشتیاق امیر به بخارا به قدری شدت یافته بود که بیدرنگ عازم بخارا شد. منابع فارسی از 10,000 تا 1,300,000 بیت را به رودکی نسبت می‌دهند. از این تعداد تنها 1000 بیت موجود است و آنها هم به صورت قطعاتی در میان زندگینامه‌ها، تاریخ‌ها و کتاب‌های پند و اندرز پراکنده‌اند. موضوعهای اصلی رودکی عبارتند از گذشت زمان، پیری، اجتناب ناپذیری مرگ طبیعی، بی‌ثباتی بخت، اهمیت امور قلبی و نیاز به شادمان زیستن. رودکی توجه ویژه‌ای به اعتماد به نفس داشت. او میگفت افراد باید تلاش کنند به خواسته های خود از طریق
کوشش شخصی برسند. بیت زیر که شاخص ایمان رودکی به اهمیت فراگیری دانش است، بر روی بنای یادبود او در دوشنبه حک شده. هر که نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. از توجه شما متشکرم.